السلام علیکم خواهران و برادران عزیز، خوش آمدید به کانال ویکی‌پدیا. امروز ما خواستیم درباره رپسرهای مشهور تاجیک رالیک به شما معلومات پوره دهیم. دوستان عزیز، برای پیشرفت کاری ما و شما به کانال ابونه شوید و زنگولچی کانال را پخش کنید تا که از ویدیورالیک‌های نوی ما بخبر نمانید. مرادآف رمضان 21 دکتر سال 1998 در شهر کولاب به دنیا آمده است. سال 2000 خانواده او به شهر دوشنبه می‌کوچند و مکتب از سن 6 سالگیش رفته است. تا صنف 9 درس‌ها را خوب می‌خواند. از کودکی به فوتبال شوق داشت. در دسته انرژتیک مشق می‌کرد و فوتبال باز خوب بود. او سراول رپ گوش نمی‌کرد. روزی در نزد او یک رپ را با نام 19 دکبر که شان امسی خوانده بود دوستانش ماندند. در برابر گوش کردن ترک چشمان او پر از آب شد. با همین رالیک مخلص شان امسی گردید. او سبک خواندن شان را قبید و مثل او رپ خواندن را انتخاب کرد. در 61 میکروریان 4-5 تا رپران بودند و او را یانگ من اولین بار به استودیو برد و آنجا رالیک ترک اولینش را در استودیوی مست رازی ثبت کرد. تکست رپش را ناویک امسی نوشته بود و گفتی رالیک ناویک امسی تکست را بر عوض 2 سیگارت نوشته است و میگوید تا حال منت میکند. این البته شوخی رالیک نسبت ناویک میباشد. رالیک ناویک را مثل برادر خود حرمت میکند. یعنی آغاز رپ برای رالیک 2013 است. شماره ترک‌هایش از 200 گذشته است. ترک‌های مشهورش نیلوفر 1، دانه دانه 1 و 2، پدر رفتی و غیره میباشد. خلاصه امروز یکی از رپران مشهور تاجیکستان به حساب می رود. این بود معلوماتی که در طول این هفته جمع کرده بودیم. اگر در این کانال 100 تا پادپیچک زیاد شود ما ورسی پره این ویدیو را در کانال جایگیر میکنیم. خیر، تنسیت خاناباد بمونه. با قدر قیمت دیگه فسانه گو که جانی ما اوژه ما سوی بیگلی ارزانه